سلام دوستان، چند روزی هستش که داریم این دوتا کتاب رو میخونیم. کتاب اول یک شنبه خونین که گزیده اشعار جان لنون هستش. کتاب دومم که باران به سرخی میگراید که این هم گزیده اشعار گروه بلک ثبت هست. ما خیلی دوست داشتیم که با آقای محمد بیگی که گردآورنده و مترجم این اشعار هستن یه صحبتی داشته باشیم راجع به اینکه اصلا چرا این کار کردن و سختی‌ها و مشکلاتی که داشتن چی هستش. خبر خوب این که ایشون باشون صحبت کردیم امشب و قرار هستش که باشون مصاحبه داشته باشیم. بریم مصاحبه با ایشون رو ببینیم. مرسی از شما اول و اینکه من متولد 2 مهر 1368 هستم. آشنایی با هنر تو خونه ما همواره هنر جریان داره، اونجوری که پدر بنده شاعر هستن. این شانس رو داشتم که با هنر همون بچگی آشنا باشم و یادم کوچیک که بودم مثلا مسافرت که می‌رفتیم با شاعران بسیار بزرگی مثل منوشهر آتشی، میم آزاد، آقای عبدالملکیان، محمد رضا عبدالملکیان، قیصر امین‌پور مسافرت می‌رفتیم و یادش بخیر شعرخوانی‌ها ادامه داشت و من از همون بچگی با ادبیات آشنا شدم. یه چیزی که تو موسیقی خیلی مهمه، موسیقی با کلام، این که شما شناخت بسیار خوبی نسبت به ادبیات داشته باشید. مشکلی که اصلا بچهای راک ایران دارن متأسفانه این که شعراشون اونطوری که باید قوی نیست. نه همه، ولی 80% کاری که من گوش میکنم متأسفانه قوی نیست، چون شعراشون خودشون می‌نویسن. کتاب اول من اردیبهشت 1395 چاپ شد. کتاب اول من 3 روز یا 4 روز بعد از انتشار در نمایشگاه کتاب فروشش ممنوع شد، فقط در نمایشگاه کتاب. یعنی هم 95 هم 96 و هم 97 تا حالا ناشر نتونسته کتابو بفروشه، اما تو کتاب فروشی ها آزاد هست. و همیشه سوالم واسه من بوده، مؤلف میره مجوز میگیره از وزارت ارشاد، اما همون وزارت ارشاد یا حالا ارگان دیگه که ما نمیدونیم و هیچ کم به ما پاسخ نیست میاد و میگه این کتاب حق نداریم بفروشیم. و اگه مجوز میگیریم چرا حق نداریم بفروشیم؟ و محدودیت همیشه بوده. ولی کتاب دوم این مشکل پیش نیامد. جان لنون. ما باید شرایط کشور رو در نظر بگیریم، بدونیم که داریم در کجا زندگی میکنیم و همیشه بوده، اما ما این کارا رو میکنیم که به هر حال فضا بهتر بشه. اصلا یکی از شرایطی که ما میایم ترجمه میکنیم، نقد مینویسیم که درک و دریافت افراد نسبت به موسیقی بهتر بشه و بتونن بچه‌ها بهتر کنن. هر سال هم داره یک کمی بهتر میشه، ولی خب اونطوری که میخوام هنوز نیست. یک کشور بدون ترجمه عقیم میمونه. ترجمه همه چیزه و یادتون باشه مترجم میتونه یک آرتیست رو ببره بالا و برعکس میتونه خورد بکنه آرتیست. من مثال واسهتون میزنم. لنگستن هیوز شاعر آمریکایی شعری داره، میگه به آمریکایی دقیقاً همین میشه: بگذارید آمریکا دوباره آمریکا شود. شاملو بزرگ زنده یاد احمد شاملو چجوری ترجمهش کرده: بگذارید این وطن دوباره وطن شود. این لنگستن هیوز با ترجمهش برده بالا. فرهنگ همه چیزه، ولی اون که میگی حالا میدانن یا نمیدانن، بخششون نمیدونن، واقعا بخششون میدونن، ولی کاری که با اندیشه باشه، کاری که پشتش فکر باشه، متاسفانه در مجموع کار انتقادی همیشه محدودیت داشته تو کشور ما. هنرمند نباید به خاطر پول خودش رو چه واژه‌ای بکنه، خودش رو بفروشه. بسیاری از متاسفانه خواننده ایدئولوژی تو کشور ما درست تعریف نشده. ایدئولوژی اون جهان بینی که به قطعیت میرسه، همه چی رو سیاه و سفید میبینه، ولی اینا قشنگ ضد ایدئولوژی، یعنی ضد نجات پرستی، ضد جنگ، ضد خرافات و اشعارشون هم خب مشخصه دیگه. بله، اصلا میشه آنتولوژی در بود از موسیقی هوی متال در مورد اشعار ضد جنگ. For Whom the Bell Tolls متالیکا، وارپیگز خوک‌های جنگ از بلک ثبت، خیلی کارهای دیگه. کتابو بهشون معرفی میکنی به فردی که ناآگاهه و میگی به خدا اینا آدمای خطرناکی نیستن که هیچ، بسیار هنرمند و تاثیرگذارم هستن. مخاطب کم باشه اشکال نداره، ولی مخاطب باید آگاه باشه. کلا فروش کتاب متاسفانه تو کشور ما فاجعه است. یعنی کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، 60 میلیونش زیر 45 ساله. جوون همه کشور جمعیت جوونی داره، ولی متاسفانه فروش کتاب و کلا فرهنگ دوران ابتذالش رو می‌گذرونه.
به نظر من الان. امیدوارم که بهتر بشه. پیشنهاد می‌کنم میخوای یه منتقد خوب بشین تا میتونید موسیقی گوش بدید. یکی از معضلی که در کشور ما وجود داره توی کسایی که موسیقی راک گوش میکنن، حالا من بیشتر میگه فقط راک گوش میکنن. موسیقی فقط راک نیست، جاز گوش کنید، بلوز گوش کنید، کلاسیک. من عاشق موسیقی راکم، ولی مگه میشه از مثلا سمفونی رایت آف اسپرینگ استراوینسکی گذشت؟ مگه میشه از باخ گذشت؟ باید کلاسیک گوش کنید. خود کلیف برتون مصاحبه میکنه میگه من عاشق باخم، یه تاثیر بسیار زیادی از باخ خورده. یا مثلا منستین که نو کلاسیکال متال کار میکنه، جیسون بکر، رندی روس، اینا همه به شدت موسیقی کلاسیک گوش میکردن. بلوز گوش بدید، موسیقی ایرانی گوش بدید. ما بعضیا جبهه داریم در خلوت خودمون موسیقی ایرانی گوش میدیم، ولی میایم بیرون نه ما فقط راک گوش میدیم. تا میتونید تنوع بدید به موسیقیتون، به گوش دادنتون و کتاب بخونید. میخواید منتقد بشین باید کتاب بخونید. اصلا مهم نیستش که ما چه سبکی کار میکنیم، چون سبک ها به ما هر سبکی واسه خودش یک مدل فرمی داره، زیبایی شناسی داره، استاتیکی داره. حالا اینجا دیگه سلیقه شماست. من با موسیقی راک که میتونم بهتر خودم رو عرضه بکنم، جهان بینی خودم رو بهتر بشناسونم به مخاطب. یکی با پاپ میتونه این کارو بکنه. حالا اگه امروز موسیقی پاپ ما به این ابتذال افتاده اون یه بحث دیگه است، ولی ما دهه 50 طلایی موسیقی پاپ هم در کشور خودمون داریم. یکی با کلاسیک میتونه. سبک ها نشون دهنده زیبایی شناسی نیستن، هر سبکی واسه خودش محترمه و این تعصبات ناشی از بیسوادیه، چیز دیگه واسش پیدا نمی‌کنه. متاسفانه فروش کتاب اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست. بازم تکرار میکنم 80 میلیون جمعیت، قشر کشور بسیار جوان، تیراژ کتاب 1000 نسخه، 700 نسخه، الان رسیده به 200 نسخه. سوال کردی که اگه میخوان ترجمه کار کنم، این خیلی مهمه. قبل از من خیلی مترجم بودن تو این موسیقی راک کار کردن، اما چیزی که مهمه اینه که غیر از این که شما باید جامعه شناسی موسیقی رو بدونی، غیر از این که باید زبان بدونی، یه چیزی خیلی مهمه، زبان شعر رو بدونی. ما کتاب مثلا اسم نمیبرم ترجمه موسیقی متالی که گروه ها باعث میکنه انگار گوگل ترنسلیت کرده. این خیلی مهمه شما بتونی اون زبان شعر رو به کار ببری و برعکسش هم از طرف اصلا جامعه شناسی موسیقی متال نمیدونه، فقط شاعره اومده کار چاپ کرده و اون چیزی که باید نشده. این سه تا باید کنار هم قرار بگیره که بتونه یه کتاب خوب در بیاد.